بالاخره بعد از مدت‌ها کش و قوس و فکزنی و داد و قال، قضیه زهرخوری تو نظام ولایت از چاله توافق در اومد و افتاد تو چاه پسا توافق. حالا بریم ببینیم تا همین جای کار چه اتفاقاتی افتاده و هر کدوم از باندای حکومتی چه تصویری از این زهر جام اتمی دارن. حسین شریعت نداری: تنها دو گروه می توانند با اجرای بی قید و شرط برجام موافق باشند. اول، کسانی که برای آینده نظام و مردم و فاجعه‌ای که در انتظار آنها خواهد بود ارزش و اهمیتی قائل نباشند. دوم، کسانی که از محتوای توافق وین و پیامدهای خطرآفرین آن برداشت و شناخت دقیقی ندارند. بله، دلواپسان نظام بعد از همه اون شاخ به شاخ شدن ها و داد و قالا و نهایه یه لگد ولایی نثار شکم شیخ‌پری کردن و زیرا به زهر جامو زدن. این در حالیه که خود شیخ‌پری راست میره چپ میاد از مزایای برجام دم میزنه و واسه وزیر خارجش پپسی باز میکنه. وزیر محترم امور خارجه که یکی از قهرمانان ملی ما هست در تاریخ ما، اگر ما تونستیم در مذاکرات هستی به یک افتخار بزرگ تاریخی برسیم، حالا بگذرید از بعضی از حرفا، من به موقع پاسخ میدم، به موقع جواب میدم. هیچ کس در دنیا نیست که بگه ایران در این مذاکرات ناموفق بوده، هیچ که نیست. اونایی که میخوان افتخار ملت ایران زیر سوال ببرند به نفع چه کسی میخوان کار کنن تو این کشور؟ تا جایی که به شیخ‌پری و ظریفش برمیگشت، از اولم میدونستن که زهر رفته به جوی بر نمیگرده و این جلسه برجام و این حرفا یه نمایش مسخره بیشتر نیست. اما هلیگدا برای اینکه خودش رو جلو مخالفان توافق در کنگره آمریکا از تک و تا نندازه، این نمایش مسخره رو ترتیب داد و هی تو بادکنک جلسه برجام فوت کرد. اینقدر فوت کرد تا کارش به سکته کشید. سکته برجام در پارلمان. تایید رسمی تصویب برجام در شورای عالی امنیت. بیانیه 5 عضو کمیسیون به ملت. گزارش برجام دارای سوگیری سیاسی و یکسونگر بود. گزارش قرائت شده خارج از مجلس تدوین شده است. خب دوستان، حالا سوال اینجاست که در جریان این کش و قوس‌های برجام چی عاید علیگدا شد؟ مگه غیر از اینه که از اول تا آخرش جنگ و دعوا و بزن بود؟ مگه غیر از اینه که زدن عبای ولایت رو جر و واجر کردن؟ تازه بعد از جلسات برجام هم این داستان ادامه داره. ملت شریف ایران، آنچه در برجام به ما تحمیل شده است همان ذلتی است که در قرارداد ترکمنچای و گلستان بر ملت ایران تحمیل شد. با صدای بلند میگویم ما با این قرارداد مخالفیم. اینطور که پیداست علیگدا نشسته با خودش حساب و کتاب کرده، گفته درسته که خرج این جلسات برجام تیکه پاره شدن بیشتر نظام بود، اما النهایه معلوم شد که دلواپس‌های زبار در رفته نظام بالاخره ضد برجامن و این خودش یه زغال نیمسوز واسه منقل انتخاباتی عظما جور میکنه و بالاخره امید اتمی رو در خیالات عظما زنده نگه می‌داره. باید منتظر موند و دید این زغال خماری عظما رو برطرف میکنه یا عباشو میسوزونه. موشکار